در زنوزنی میان علیشیر گلوف پسر شیرالی گل وزیر سابق صنعت و انرژیتیکا و شیردل سیروجوف پسر صاحبکار و مالک بازار سابق جلجم 5 نفر از دو طرف مجروح شدند. حادثه تقریبا ساعت 3 صبح 30 نوامبر در مرکز دلخوشی بخارو پلاس در دوشنبه رخ داده است. دو منبع رادیوی آزادی در مقامات انتظامی دوشنبه روز 1 دکامبر گفتند که هر دو طرف سرخوش بودند و هنوز معلوم نیست که زن و زنی با عیبی که آغاز شده است. حادثه را شعبه وزارت کارهای داخلی اسماعیل سامانی تحقیق دارد و احتمال به دخالت طرفها که صاحب نفوذند آن درست تحقیق نشود. گفت یک منبع که نخواست نامش ذکر شود. به گفته منابع 4 تن از زخمیان که 2 تن از دوستان علیشیر گلو و شیردل سیروجوف با یک رفیقش بوده است به بیمارستان قریه بالای دوشنبه انتقال یافتند. دو جانب در زن و زنی از کارد و آهن استفاده بردند. شیردل سیروجوف که در بیمارستان قریه بالا بستری است روز 1 دکامبر حادثه را تصدیق کرد و گفت گناه ندارد. رفته کامیراها را بینید، عیب آنها شده است. اگر کامیراها را بینید خودتان نمش را میفهمید. ما 2 کس بودیم، آنها 13 نفر، گفت او. شیردل سیروجوف درباره سبب‌های احتمالی زن و زنی گفت علیشیر گلوف نسبت من خصومت داشت، برای همین بسیار شده مرا زدند. شیردل سیروجوف از صحبت بیشتر خودداری کرد و جزئیات را شرح نداد. نزدیکان او گفتند که هیچ دعوایی ندارند. تلاش‌ها برای تماس با خانواده علیشیر گلوف نتیجه نداد. به زنگ‌های خبرنگاران پدر و مادر او جواب ندادند. شاهدان گفتند که صبح 30 نوامبر در نزد بخارو پلاس کارمندان پلیس را دیدند. یک پزشک قریه بالا بدون ذکر نامش گفت صبح 30 نوامبر شیردل و دوستش میر سعید را با زخم‌ها در ناحیه سر و تنه‌شان به اینجا آورده بودند. بارها با اشتراک پسران شیرالی گل، منصبدار سابق و خدای امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان زن و زنی‌ها رخ دادند. دلاور گلوف پسر دیگری او در 5 سال آخر دست کم 3 بار با اتهام اوباشی بازداشت شده بود ولی با جریمه یا جزای سبک رها گشته است. نزدیکانشان همیشه او را بیگناه می‌دانستند. پلیس دوشنبه که از عادی‌ترین حقوق ویرانکنی در شهر خبر می‌دهد جنجال پسران منصبداران و افراد با نفوذ را شرح نمی‌دهد.